لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. در خدمتتون هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که کارشناس محترمی برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان مهمان هستند. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، طبق روال معمول از سوالایی که از طریق SMS فرستادیم برنامه را آغاز میکنیم و انشالله بعد از آن تماس‌های تلفنی شما بینندگان را خواهیم گرفت. اولین بیننده پرسیدن که اگر برای ختنه پسر، یعنی پسر بچه ها محفل گرفته شود، آیا گناهی دارد یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد مراسم گرفتن به مناسبت ختنه فرزند، اگر که از بقیه مواردی که خلاف شرع هستند، یعنی یک مهمانی ساده هست و بدون موارد خلاف شرع هست، فقط در حدی که دوست و آشنایان یا اهل خانواده جمع بشوند یا طرف به شکرانه نعمت الله متعال بخواهد که یک شامی بدهد، گوسفندی رو قربانی بکند و به مردم شامی بدهد، در این اندازه ممانعت شرعی ندارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که یک سوال داشتم راجع به این که خداوند جل جلاله فرموده که اگر انسان برابر ذره کار خیر کرده باشد در آخرت پاداش آن را میگیرد و اگر کار بد کرده باشد جزا دارد. سوال این است که انسانی که تقوا داشته باشد یا انسانی که کارهای بدی کرده بعداً توبه کرده چگونه با اعمال قبل از توبه آنها برخورد میشود؟ در مورد این که الله متعال ذره ذره نیکی ها و خیری که انسان انجام میدهد یا ذره ذره بدی که انسان انجام میدهد اینها را ثبت میکند، این نشانه عدل الله متعال هست. در کنار عدل الله متعال ما رحمت و فضل الله متعال رو هم داریم که الله متعال هر نیکی را حداقل 10 برابر یا بیشتر از آن تا 700 برابر ثبت می کند و گناه را فقط همان یک گناه ثبت می کند. و اگر کسی تصمیم کار خیری رو بگیرد و آن کار خیر را عملی نکند و انجامش ندهد، باز هم یک کار خیر براش نوشته می شود. اما در مقابل اگر تصمیم کار بد و گناهی رو بگیرد و آن را عملی نکند، نه تنها که یک گناه برای اون نوشته نمی شود، حتی یک حسنه هم براش نوشته می شود که از تصمیم خودش بازگشته. پس بنابراین در اینجا ما 2 تا مطلب داریم. یکی داریم عدالت الله متعال که الله متعال به هیچ عنوان بر هیچ بنده‌ای ظلم نمی کند. اگر بخواهد که حساب دقیق و ریزی بگیرد، بر تمامی حسنات هم الله متعال انعام می کند و پاداش می دهد و به تمامی گناهان و سیئات ولو اینکه به اندازه مثقال یک ذره باشه. یعنی این که حتی به مثقال و اندازه یک ذره گناه هم بر شما اضافه نوشته نمی شود. همان چیزی را که نوشتید باید پاسخگو باشید. اما الله متعال بنابر لطف و رحمت خودش با بندگانش برخورد می کند
و در روایت حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه آمده که الله متعال هر وقتی که شب می شود در واقع دست خودش رو دراز می کند، صدا می زند گناهکاران را که اونهایی که در روز گناه کردند باز بگردند و در روز الله متعال ندا می دهد آنهایی که در شب گناه انجام دادند باز بگردند و الله متعال تمامی گناهان را می بخشد. ولو این که یک انسان و یک فردی رو ما تصور بکنیم که گناهانش به اندازه‌ای باشند که تمام گناهان بشریت را فقط یک نفر هم انجام داده باشد، بین اندازه گناهکار باشد، باز هم اینها از رحمت الله و وسعت بخشش الله متعال بزرگتر نیست. رحمت و فضل الله متعال بسیار بزرگتر است. هر انسانی که صادقانه توبه بکند قطعا الله متعال توبهش را قبول میکند، ولو اینکه بزرگترین گناه ها را و بالاترین گناه را هم در دنیا و بیشترین گناه را انجام داده باشد. آن که الله متعال بنابر عدل خودش قضاوت میکند و بر انسانی ستم نمی کند و یک مثقال شر و بدی رو برای اون نمی نویسد، اون عدالت الله متعال هست. اما با این که انسان صادقانه و خالصانه توبه بکند، الله متعال تمامی گناهان انسان را میبخشد. و حتی در این زمینه روایت جالبی هست که در صحیح بخاری اومده وقتی که یک انسان یک گناهی رو انجام میدهد و بعد از گناه متوجه گناه خودش میشود و میگوید که پروردگار من گناهی رو انجام دادم، گناه من رو ببخش. الله متعال در ملأ اعلی و در پیش فرشتگان میفرماد که این بنده من گناهی رو انجام داده، منتها میداند که پروردگاری دارد و یکی از صفات پروردگار این است که برای گناه مؤاخذه میکند و گناه را در صورت توبه میبخشد و بدین خاطر طلب مغفرت کرده. من این بنده خودم را بخشیدم. برای بار دوم دوباره وقتی گناهی رو انجام میدهد باز میگه پروردگارا گناه کردم، گناهم را ببخش. باز هم الله متعال میبخشد. مرتبه سوم که گناهی رو انجام میدهد باز هم میگه پروردگارا نادانسته گناهی رو انجام دادم، گناه من را ببخش. یعنی هر مرتبه که گناهی رو انجام میدهد بلا فاصله بعد از آن دوباره توبه میکند، به محض این که بیادش بیاید که گناهی رو انجام داده توبه میکند. نهایتا الله متعال میفرماد که اعمل ما شئت قد غفرت لک، تا مادامی که تو بعد از گناهان یا بعد از اینکه متوجه شدی گناهی رو انجام دادی، تا مادامی که توبه میکنی من گناهان تو رو بخشیدم. پس بنابراین هیچ گناهی ولو اینکه بسیار بزرگ باشه، گناهایی که ذره گناه از اون به جای خودش حتی بزرگترین گناه ها هم از رحمت الله متعال و وسعت مغفرت الله متعال بزرگتر نیست. پس بنابراین همیشه باید امیدوار رحمت الله متعال باشیم و در کنار امیدواری همیشه انشاءالله ما طلب مغفرت بکنیم از الله متعال. مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم و سیره عملی ایشان این بود که ایشان میفرمایند والله انی لا استغفر الله و اتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره، که من در یک روز بیشتر از 70 مرتبه طلب مغفرت و آمرزش میکنم. ما هم به اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه باید توبه بکنیم تا اینکه گناهی و زنگار معصیتی بر قلب ما باقی نماند. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که اگر شخصی بگوید زنم با 3 سنگ طلاق، من این کار را دیگه نمی کنم، اما بازم اون کار را انجام بدهد چی می شود؟ آیا طلاق واقع می شود یا این صورت مسئله در صورتی که انسان بخواهد که خودش را مجبور به انجام یک کار یا ترک انجام یک کاری بکند، یعنی هدف از این جمله که اگر من فلان کار را بکنم زنم طلاق باشه، اگر فلان کار را نکردم اینجور زنم طلاق باشه، این در واقع یک اهرم فشاری هست. یک فردی میخواهد برای جدی بودن خودش را ثابت بکند و تصمیم قطعی خودش را ثابت بکند که من در این تصمیم تا اندازه قطعی هستم که حاضر هستم که همسر خودم را هم در واقع طلاق بدم. این محملش بر قسم هست نه بر طلاق، یعنی حمله بر قسم می شود و حکمش قسم به طلاق است. قسم خوردن به طلاق از نظر شرعی جایز نیست. قسم صرفا باید به نام الله و صفات الله متعال باشد، نه به مخلوقات الله و نه به اشیاء دیگر. پس بنابراین قسم خوردن به طلاق از نظر شرعی ناجایز و حرام هست. اگر کسی مجبور است که صداقت خودش را اثبات بکند، جدی بودن خودش را اثبات بکند و مجبور هست برای این کار قسم بخورد و اگر نیازی به قسم هم نیست قسمی نخورد. اما این که طلاق
طلاق رو در وسط بیارد، زن طلاق بخورد، قسم و سوگند به طلاق بخورد، این یک کارش ناشایسته و گناهی هست. از این کار انسان باید اجتناب بکنه. اما در صورتی که کسی چون این حرفی رو زد اگر من فلان کار را کرده باشم زنم مثلا طلاق باشه، حکمش این است که یک کفاره قسم بدهد، یعنی این که 10 مسکین رو غذا بدهد یا به 10 مسکین لباس بدهد و در صورتی که توان مالی ندارد در مرحله بعدی 3 روز به جایش روزه بگیرد و زنش طلاق نمی‌شود. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که نماز بعد از اذان آیا فرض است یا سنت و همچنین پرسیدن که نماز عشا تا چه وقت خوانده شود جایزه است؟ نمازهایی که بعد از به اصطلاح اذان هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بین کل اذانین صلاه و همچنین سنت های رواتبی که وجود دارند، سنت های قبلیه، سنت های بعدیه که 2 رکعت قبل از نماز فجر هست، 4 رکعت یا 2 رکعت قبل از نماز ظهر و 2 رکعت بعد از نماز ظهر و 2 رکعت بعد از مغرب و 2 رکعت هم بعد از نماز عشا که مجموعاً 10 رکعت یا 12 رکعت میشون بنابر روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. اینا جو نمازهای سنتی هستند. انسان باید سعی بکند که قبل از اینکه نماز فرضش رو شروع بکند، به خاطر اینکه از حال و هوای زندگی دنیا و از اون محیطی که در اون بوده اینو یک زمینه سازی بشود به وسیله نمازهای سنت، نماز سنت و نماز نفلی رو قبل از نماز فرض بخواند. غیر از اون به اصطلاح استحبابش یا تأکیدی که در این زمینه اومده، خود این از نظر عملی هم یک نوع زمینه سازی می شود برای حضور قلب بیشتر در نمازهای فرض و این نمازها نمازهای سنتی هستند، فرض نیستند. فرض فقط همون نمازهای 5گانه هستند که 2 رکعت نماز فجر هست و 4 رکعت نماز ظهر و عصر هم 4 رکعت و مغرب 3 رکعت و نماز شاه هم مؤکده هست 4 رکعت. بله تاکید شده در هر صورت این نمازها تاکید داره. نماز سنت فرض تاکیدش بیشتر هست و بعد از آن نماز در واقع سنت ظهر هست و بیشتر از آن نماز سنت وتر هست تاکید شده، اما در حد فرض نیستند. اگر کسی بنابر عذری یا حتی بدون عذر اینها را ترک کرد در نظر شرعی گناه نیست، فقط این فضیلت رو از دست داده. و نماز عشا را هم سعی بکنند به خاطر آرای علما در این زمینه بیشتر از نصف شب به تأخیر نیندازند، نهایت وقتی که میخوان تأخیرش بکنند اما نصف شب باشه. سپاسگزارم از شما. بیننده پرسیدن که روش نماز استخاره را لطفاً برای من بیان نمایید. استخاره به معنی طلب اصلاح خیر هست که انسان در کدام این کار خیر من نهفته هست و برای این کار مشروع هست که انسان با اهل دین و با اهل تجربه قبل از استخاره مشورتی رو انجام بدهد، خودش کارشناسی بکند و سبک و سنگین بکند، با اهل معرفت و کسانی که در اون زمینه تخصصی دارن مشوره بکند و بعد از آن در واقع استخاره بکند. استخاره کردن به معنی این است که ما راضی هستیم به رضای الله متعال و ایمان به تقدیر داریم و از نظر روحی و روانی هم یک تاثیر بسیار مثبتی در آرامش انسان دارد. اساساً استخاره کردن در واقع همان گونه که میگن در کارهای خیر نیازی به استخاره نیست. در کار خیر نیازی به استخاره نیست. یعنی 2 تا کار هست، شما میخواید از این 2 تا کار یکی رو انجام بدید. مثلا من صله رحم رو انجام بدهم یا انجام ندهم، برای مثلا ملاقات خویشاوندانم برم یا نرم. خب رفتن به ملاقات خویشاوندان یک امر خیری هست، صله رحم هست و در مقابلش قطع رابطه با خویشاوندان یک گناه هست. در اینجا نیازی به استخاره نیست. اون کاری که خیر هست اون رو انجام بده، یعنی کاری که خیر هست، کاری که سنت هست، مستحب هست، واجب هست، اینها رو انسان باید انجام بده. و استخاره در مقابل به اصطلاح 2 کار خیر هست، هر 2 مورد کار خیری هستند و شما میخواد یکی از این 2 کار خیر رو انجام بدید، نمیدونیم کدوم یکی اولویت داره، اون کار رو استخاره میکنید، یعنی این دعا رو میخونید و نماز میخونید که با یکی از این 2 کار رو که برای شما در آینده شما بهتر هست یکی از این 2 کار رو انجام بدید.
و روش استخاره در شریعت اسلامی فقط یک روشی هست، یعنی همین نمازی هست که انسان میخونه و دعایی که بعد از نماز استخاره در واقع خوانده میشود و استخاره گرفتن با نمیدونم آیات قرآن یا فال گرفتن به تعبیر دقیق تر، این از نظر شرعی هیچ گونه وجاهت و هیچ گونه اصلی رو نداره. و مطلب دیگر استخاره نیست. استخاره نه، اصلا استخاره نیست، یک فال هست که فال هم از نظر شرعی در واقع حرام هست. مطلب دیگر که در این زمینه بسیار مهم هست و متاسفانه مردم ما به اون دقت ندارند این است که هر کسی خودش برای خودش باید استخاره بگیرد. من نمیتونم برای شما استخاره بگیرم، میتونم به شما مشوره بدهم، از من مشورتی میخوای، من بنابر نظر خودم یک مشوره ای رو، اون چیزی رو که به نظر من براتون خیر است به شما مشوره میدم. اما این که من به جای شما نماز بخونم و به جای شما دعا بکنم، استخاره بکنم، این از نظر شرعی ثابت نیست و هر فردی فقط میتواند که خودش، یعنی برای خودش استخاره بکند. استخاره بنابر روایاتی که در این زمین آمده، امام بخاری رحمت الله علیه از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم استخاره را و روش و دعای استخاره را به اندازه یک سوره از قرآن به ما یاد میداد، یعنی اهمیت میداد به آموزش نماز استخاره و دعای استخاره. نماز استخاره همین نماز معمولی هست که من شما میخونیم، یعنی 2 رکعت نماز غیر از نماز فرض، یعنی 2 رکعت نماز عادی، همین که شما بلند میشید 2 رکعت میخونید به عنوان 2 رکعت سنت یا 2 رکعت نماز نفل که بعد از آن دعای استخاره بخونید، همین نیتش هست. یعنی نیازی نیست که حتما شما بر زبان بیاورید که من 2 رکعت نماز استخاره رو میخونم، همین که بلند بشوید وضو بگیرید و 2 رکعت نماز بخوانید با مطلق نیت، یعنی با نیت مطلق، نه نیت فرض داری نه نیت سنت نه نیت نفل، که 2 رکعت نماز میخونید و بعد از آن نیت شما این است که استخاره بکنید، این خودش نیت هست، نیازی به مشخص کردن نوع نماز در واقع نیست. این 2 رکعت نماز میخونید، در این 2 رکعت نماز هر چیزی رو که خواستید میخونید، یعنی سوره هایی رو که به اصطلاح بلد هستید، بهتر است اگر تونستید سوره کافرون و سوره اخلاص رو بخونید یا هر سوره دیگری رو که خوندید، هیچ گونه ممانعتی رو در این زمینه و هیچ محدودیتی در این زمینه نیست. بعد از اینکه نماز رو تمام کردید، بعد از اینکه نماز تمام شد، دعای استخاره رو در واقع بخونند. این 2 رکعت هست و 2 رکعت غیر از نماز فرض هست، یعنی پشت سر نماز فرض میتونید دعا بکنید، اشکالی از نظر شرعی نداره، اما برای اینکه استخارهتون یک استخاره کاملی باشه، راهش این است که 2 رکعت نماز به اصطلاح غیر از نمازهای فرض باشه و بعد از اینکه نماز رو تمام شد و سلام دادید، این دعا رو بخونید. دعای استخاره هست که اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجل أمري وآجله فقدره لی، پروردگار این خیر رو برای من مقدر بکن. معنی این به اصطلاح دعا این است که پروردگارا من از تو طلب خیر میکنم، زیرا که تو علم داری و استقدرک به قدرتک و از قدرت تو طلب قدرت میکنم که تو قدرت داری و از فضل تو و از احسان و نعمت تو من خواستار هستم، زیرا که تو توان داری و من توان ندارم، تو میدانی و من نمیدانم و تو علام الغیوب هستی. پروردگارا تو میدانی که اگر این کار برای من خیر هست، در دین من، در معاش من، در عاقبت و زندگی من، در دین و دنیای من، پس پروردگارا این کار رو برای من مقدر بفرما. فقدره لی، این کار رو وقتی میگه فقدره لی یعنی اون موردی رو که در ذهنش هست اونو در ذهن بیاره. مثلا میگه که امکان هاذا الزواج، میخواد ازدواج بکنه، پروردگار اگر این ازدواج برای من خیر هست، اگر این سفر برای من خیر هست، اگر فلان کار برای من خیر هست، این رو برای من در واقع مقدر بکن و یسره لی ثم بارک لی فیه اللهم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا در بعضی از روایات اومده که عاجل امری او عاجل فصرفه عنی واصرفنی عنه، پروردگار اگر به صلاح من نیست اون رو از من دور بکن و من هم منصرف بکن از این کار. وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی به، پروردگار خیر را هر کجا که هست برای من مقدر بفرما و
و مرا به این تقدیر خودت و به اون خیر در واقع راضی بگردان. این مجموعه دعایی هست که در این زمینه به عنوان دعای استخاره ذکر شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما اگر کسی یعنی به زبان عربی بلد نیست، میتونه همین دعا رو به زبان فارسی هم زمزمه بخونه. پروردگارا تو عالم الغیب هستی، تو میدانی من نمیدانم، تو قدرت داری من قدرت ندارم، تو عالم غیب هستی و من عالم غیب نیستم. پروردگارا اگر این کار رو به صلاح دین و دنیای من و عاقبت من میدانی، این رو برای من میسر بکن و برای من میسر بکن. اگر این کار برای من در دین و دنیا و عاقبت و آخرت من ضرر داره، به ضرر من هست، من رو از این منصرف بکن و خیر رو هر کجا که هست برای من مقدر بکن و من رو به تقدیر خودت راضی بگردان. به زبان فارسی هر زبان محلی هم که بخونند از نظر شرعی هیچ اشکالی نداره و این استخاره در واقع شمرده میشه. و بعد از آن که استخاره کرد، یعنی هر کدوم طرفی که تمایل داشته باشه اون کار رو انجام بده. یعنی لازم نیست که حتما خواب ببینید میگه من استخاره کردم جواب نگرفتم. خود این که شما استخاره کردید یعنی واگذار کردید به الله و بعد از آن هر کاری رو که شما تصمیم گرفتید با تصمیم خودتون اون کار رو در واقع انجام بدید. منتظر نباشید که حتما خوابی ببینید. و به صورت افراد معدود نمیگه به صورت کلی چیزی خواب نمیبینه انسان، اما لازم نیست که انسان برای این خوابی ببینه. همین که شما یکی از اون دو تا قضیه براتون ترجیح پیدا کرد و یک مقدار اطمینان بیشتری حاصل کردید، بر اون عمل بکنید، انشالله بعد از آن شما ضرر و زیانی نمیبینید. جزاکم الله خیر با توضیح که دادین. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی که قصد دارن تماس بگیرن لطفاً سوالاتون رو به صورت مختصر آماده داشته باشین و همچنین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه باشین بدین و منتظر نباشین که صدا از گیرنده پخش بشه، چون صدا دیرتر میاد. تشکر میکنم از شما. جناب بیننده پرسیدن که بعضی پیام هایی روان میکنن که میگوید بعد از 9 دقیقه آرزویت قبول میشود. خب اگر بعد از 9 دقیقه قبول نشد، اگر قبول شد و اگر قبول نشد چی؟ آیا ارسال چنین پیام های جایزه؟ و گفتم به نظر ایشون اعتقاد این که این اشخاص که بعد از 9 دقیقه آرزوشون قبول نشده نسبت به دین مبین اسلام اعتقادشون ضعیف میشه و خیلی از یهودی ها و نصرانی ها و بیدین ها پشت سر این پیام ها هستن که میخوان که اعتقاد مسلمانان رو نسبت به دین ضعیف کنن. این درست یعنی؟ در مرحله اول این گونه پیام ها هیچ گونه ارزش علمی و ارزش اخلاقی رو نداره. همه میدونند اون کسانی که این گونه پیام ها رو فرستادن یک افرادی هستند که افراد شیادی هستند یا احیانا افرادی هستند که به گمان خودشون به این طریق میتونند که مردم رو وادار مثلا به کار خیر بکنند یا وادار نمیدونن به درود فرستادن بکنند یا وادار به پخش کردن این پیام بکنند. اولا این پیام ها هیچ گونه وجاهت شرعی رو نداره و دلیل شرعی رو نداره و این کم به شما گفته میشه اگر این کار رو کردید به چند نفر فرستادید یا فلان کار رو انجام دادید یک خیری حتما میبینید فلانی اینو تجربه کرده، اینا تمامشون دروغ هست. هیچ عنوان نباید چنین مواردی رو انسان قبول بکنه. اینا سخن گفتن از غیب هست و تصدیق این موارد یعنی در واقع چه بسا که انسان رو به حد کفر برسانه. یعنی یک فردی باور داشته باشه کسی دیگر اینقدر مطمئن از غیب خبر میدهد که این کار رو انجام بده حتما فلان کار و فلان حادث شما برآورده میشود، چون این چیزی صحت نداره. و به هیچ عنوان انسانی که چرا باید از دین زده بشود وقتی که یک حرفی منبعش دین نیست، منبعش قرآن نیست، منبعش حدیث نیست، چرا باید از دین زده بشود؟ این یک سری مواردی هست که افراد سوجو یا افراد جاهل و نادان این گونه پیام ها را ترتیب میدند و پخش میکنند و به هیچ عنوان انسان مسلمان نباید چنین مواردی را باور بکند و نباید این گونه موارد را پخش بکند. چیزی که از آیات قرآن نیست، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، مژده‌ای که در اون داده شده از قرآن و حدیث ثابت نیست، شما نباید چنین چیزی رو پخش بکنید و اگر پخش کردید شما هم شریک جرم و شریک گناه هستید به عنوان پخش شایعات یا پخش مواردی که با عقیده اسلامی در واقع تضاد دارند. جزاکم الله خیر. اولین بیننده را وصل کنید اتاق فرمان. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. جناب استاد عزیز، بیننده گرامی تماس شما وصله، لطفاً صحبت کنید. جناب استاد، من از محضر شریف جناب آقای عبدالقدوس بزرگوار سوالی دارم. بفرمایید. اینه که نماز خوندن پشت سر سلفی و غیر مقلد رو مولوی چابهاری گفتن جایز نیست
و اگر نماز پشت سر سلفی خوندی باید دوباره نماز قضا کنی. آیا واقعا نمیشه پشت سر وهابیان نماز خوند؟ یعنی سلفی ها مسلمان نیستن که مولوی چابهاری شما دلیل هم دارین برای حرفتون این ادعاتون؟ بله دلیل دارم. خب اگر دلیل دارین دلیل بیان کنید. چه کتابی آدرسش؟ بله الان از کنم خدمت شما این مطلب رو الان من خدمت شما میخونم حضورتون که عرض کنم. اجازه بدید یه لحظه. شما اگر وقت برنامه رو دارین میگیرین فکر نکنم که هدفتون سوال شرعی باشه، فقط میخواد وقت برنامه تلف کنید. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم بفرمایید. ببخشید سوال داشتم از خدمت کارشناس بزرگوار. سوال شرعی دارین؟ سوال شرعیه؟ بله بفرمایید. در خدمتتون هستیم بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. ظاهراً باز بنده از بینندگان تقاضا دارن که وقتی که تماس گرفتن لطفاً صحبتشون ادامه بدن و منتظر نباشن که صدای من یا صدای خودشون رو از تلویزیون بشنون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید جناب استاد. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم از جناب مولانا. سوال شرعی اگه هست در خدمتتون هستیم. سوال شرعی جناب. بفرمایید. از منطقه خراسان زعفرون کارم خواستم ببینم زکات زعفرون چجوری محاسبه میشه؟ به یک حد نصاب برسه یا از هم حداقل گل زعفران میشه زکاتش پرداختی؟ همین اگه محبت توضیح بدن جناب مولانا ممنون شما میشم. انشاءالله. و چقدر هست زکات گل زعفران چجوریه؟ درست. سوالی هم دارین؟ نه ممنون، تشکر. خسته نباشید. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. به سال حق. به سال حق و سوال شرعیتون لطفاً. دو تا سوال دارم. بفرمایید. سوال اولتون؟ این سال اول خودم شیعه هدایت شده. الحمدلله بفرمایید. خب بعد دو تا سوال دارم از آقای مولانا قدوسیان. یکی از سالا این شرک زمان رسول صلی الله علیه و سلم علی بزرگتره یا این زمان آخوندای رافضی؟ یکی از سالا. بعد این آخوندان رافضی این نمازشون پیش پروردگار قابل قبول هست یا نیست؟ دستتون در نکنه. سلامت باشه. البته بیننده عزیزم نکته جالب که اشاره کردم که آخوند بالاخره اصل و مطلب رو خوب میفهمه و انجام میده، با شخص عادی که انجام میده که این آخوند فهمیده داره این کار رو میکنه. که تشکر میکنیم از این سوالی که فرمودن. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. ببخشید یه سوال داشتم. اینجا در اروپا گوسفنده که خودشون روش خودشون با تیر میزنن، بعد اون اگه ما سری بکشیم حلال است یا نه؟ یعنی بعد ذبحشون بکنین سرشو ببرین؟ بله، اونا که با تیر میزنن بلافاصله ما سرشو ببریم. درست. سوالی هم چون داریم؟ اجازه نمیدن اول سرشو ببرن، چون میگن باید ما تیرمونو بزنیم. درست. و یکی این که بعد نماز اشراق اگه کسی بخواد مثلا صحبت کنه یا گشنه باشه غذای بخوره، میتونه نماز اشراقش درسته بخونه یا یعنی بعد از نماز صبح تا خواندن نماز اشراق، درسته؟ بله. اگه مثلا فرد گشنه بود یا غذا خورد یا با تو خانواده صحبت کرد، حرف زد. درست.
تشکر میکنم از شما. جزاک الله خیر. جزاکم الله خیر. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام. یک سوال داشتم. همه 50,000 افغانی و 12.5 دلار یک ساله میتین، همه چی رقمی میشه؟ 50,000 افغانی رو باید به 12.5 دلار 12.5 دلار بله. 1250 یعنی بله. یک سال میدهند، یعنی مثلا حواله میخوای بکنید اینجوری منظورتونه؟ نه این 50,000 افغانی یک کسی احتیاج است میگیره، سال بعد میگه که 12.5 دلار میدیم عوضش. خب اول 50 دلار میگیره بعد 1250 میگیره؟ من نفهمیدم سوالتون. 50,000 افغانی درست. 50,000 افغانی میگیره؟ احتیاج میگیره، بدلش در طول یک سال آینده امور 12.5 دلار میتین. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه 50,000 افغانی. درست الان فهمیدم، الان سوال متوجه شدم. میتین یک نفر احتیاج است میگیره، بدل هم 50,000 افغانی میگه 12.5 دلار آینده میتین. آره سوالتون واضحه، ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. به شبکه وصال و سوال شریعتون لطفاً. من دو سوال داشتم خدمت استاد و جناب عالی. میخواستم ببینم، من در ایران تماس میگیرم. الو بفرمایید سوالتون. الو بفرمایید، از طریق گوشی تلفن به سوالتون ادامه بدین. درست. این یه برنامه تو ایران الان دارن اهدای عضو. این اهدای عضو میخواستم نظر استاد رو بدونم. درست. اهدای عضو؟ بله اهدای عضو هستش. به سال بعدیتون؟ ایران الان دارن سیستم. بعدش میخواستم اینم گوش روبا و گوش خرگوش جایز است؟ گوشت روبا و خرگوش برای خوردن. درست. سوال دیگه هم دارین؟ ممنون، دست شما درد نکنه. ممنون از برنامه خوبتون. خدا حفظتون. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بخشی یه سوال شریع داشتم. بفرمایید سوالتون. بوسیدن دست به گذاشتن به پیشانی حکمش چیه می‌خواستم بدونم. بوسیدن دست و گذاشتن بر روی پیشانی. بله. این منظور بعد از ذکر و دعاست یا چه سوری؟ نه مثلا ما ترکیه ایم. بله. ترکا این کار زیاد میکنن. درست. یعنی بعد از نماز کی نیست یا کلا عادتشون اینجوریه؟ نه همینجوری. درست. تشکر از شما. سلامت باشه. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً از طریق تلفن ما صحبتتون رو ادامه بدین چون صدای شما وصله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وقت بخیر. سلامت باشید. یک سوال که کسی که روزانی که دوشنبه و پنجشنبه روزانی که همیشه اگه یک روز به مثال واسه کار یا هوا گرمه اگر میخوره باز دو روز غذایی دیگه استفاده میکنه. میتونه چیکار کنه؟ کسی که دوشنبه و پنجشنبه همیشه روزه میگیره و حساب 13 و 14 و 15 و اینا روزه میگیره، اگر یک روز گرم هوا کار زیاد داره اگر میخوره دیگه میشه. قسمت آخر حرفتون چی میگه؟ من نفهمیدم. خاطر گرمی هوا درست. اگر نگیره دوشنبه و پنجشنبه همیشه روزه میگیره. درست. این قضاییشو بگیره؟ باز اگر مثلا یک روز هوا گرمه یا مثلا کار داره اگر اون میخوره باز غذایی دیگه درست یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه که اگر داخل چای آبخوری که مار افتاده باشه بمرده باشه بعد از اینکه حساب از اون نریده باشم
وضو گیرم نماز بخونم، بعد از که نماز خوندم اون رو باز از داخل شام مال بالا کنم ببینم که ماری بوده، بعد نماز قضا کنم از نو بخونم یا نه همون نماز صحیحه؟ درست. نه دست شما در نکنم. شکر. سلامت باشید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. سوال در مورد آهنگ گوش کردن بود. آهنگ گوش کردن حرام است یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه نه دست دارم. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، لطفاً از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام خسته. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید من چند دقیقه پیش تماس گرفتم، دوباره مزاحم شدم. من مریضم، سرطان خون دارم. دکتر برام تریاک تجویز کرده. آیا مجاز است من ادامه بدم مصرف کنم یا نه؟ چون الان دکتر برام نامه نوشته تجویز کرده. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنون میشم. دست شما در سلامت باشین. انشالله پاسخ رو دریافت میکنیم. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از شما یه سوال داشتم در مورد امام زمان که اهل سنت میگن که یه نفر در آینده میاد به نام مهدی. میخواستم بپرسم که اگر این مهدی که میاد در آینده حدیث گفته از رسول خدا گفته، اگر رسول خدا گفته از طریق وحی بوده که حضرت رسول صلی الله علیه ابلاغ شده، اگر از طریق وحی حضرت رسول گفته خب از طرف خدا بوده. اگر که از طرف خداوند بشه میگن که اگر رسول الله گفته از طریق وحی گفته. سوالتون این درسته که این اگر اینو گفته رسول الله گفته از طریق وحی گفته؟ نه دیگه اگر رسول الله فرموده از طریق وحی. یکی بلندتر اگه صحبت کنین صداتون خیلی پایینه. که از طریق وحی خداوند بهشون فرموده میشه آخرین بازم میشه فرستاده خداوند که تا اینکه بخواد یک شخص عادی باشه. خب وحی که رسول الله گفته که دجال هم میاد، آیا دجال هم که اومد فرستاده خداونده؟ یعنی پیامبره؟ خیلی از خبرها داده پیامبر. خداوند ان شاء الله پیامبر باشه. نه خداوند گفته آخرین فرستاده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر که خداوند فرموده که به حضرت رسول که شخصی در آخر زمان میاد به نام مهدی که باید شخص عادی باشه که دیگه لزومی نداشت که خداوند بفرماید به نام مهدی. نه منظوره که این حرفا رو رسول الله گفته که در آینده این چیزا رو خواهد داد، به ما خبر داده. این نشونه ای که یکی از معجزات رسول الله است که از به ما این خبر رو داد. تشکر میکنیم، ان شاء الله پاسخ رو دریافت میکنیم. سلامت باشین. تشکر میکنم بیننده گرامی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی شما رو خط هستین، لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سوال دارم. سلامت باشین، بفرمایید. سال اولتون؟ یکی این که آیا اصحاب کهف وجود داره یا نه؟ آیا اصحاب کهف وجود داره یا نه؟ غار اصحاب کهف؟ بیننده گرامی با ما هستین؟
یعنی سوالتون این بود آیا اصحاب کهف وجود داره یا نه؟ آیا شب اول اصحاب کهف وجود داره یا نه؟ صداتون آیا من اینجوری میفهمم یعنی آیا اصحاب کهف واقعیت داره یا نه، درسته؟ یا اون غارهایی که منسوب به اصحاب کهف؟ انشالله در این مورد توضیح میدیم اگرچه که صداتون واضح هم نبود. اگر تونستین وقت بود انشالله دوباره تماس بگیرین و انشالله صداتون واضح تر باشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. الو، قربان، خوب هستی؟ سلام. ببخشید میگم بوسیدن اعضای زن سوال دیگه هم دارین؟ ممنون قربان. سلامت باش. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین با ما. من باید بینندگان خواهش میکنم که منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه که باعث تأخیر در برنامه و همچنین گرفتن وقت برنامه میشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو، در خدمت شما هستیم. الو، بفرمایید. آقای سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. بله، بفرمایید سوال شما وصل سوال شهریتون لطفاً. در مورد خوردن این غذاهایی که میگن در برای 40 امام حسین خوردن جایزه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه، همین. سلامت باشین، انشالله پاسخ رو دریافت میکنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله، سلام علیکم استاد. سوال من تمام نشده بودم، سوال قبلی. بفرمایید سوالتون. اما درباره اصحاب کهف درسته؟ همین که من گفتم اما $12,500 مثلا وقتش که برسه دوباره طرف مثلا هم پول داده نمیتونه. درسته، به جای اون به شما دلار میده، درسته؟ بعد 1 سال. باز $12,500 که مثلا میادش پر شد، مثلا دوباره میگه که من همه رو پول افغانی میشکنم، مثلا 85,000 میشه. بله. فکر کنین 35,000 شو میگه میتیم، پس 50,000 دیگه شد، دوباره به 1 سال دیگه باز $12,500 دیگه همه رو میخواد که باز دوباره بشکنه. چی رقم میشه؟ درست، یعنی 35,000 اول میده، بعد $50,000 رو میذاره برای 1 سال دیگه. بله ها، یعنی اول که این 50,000 گرفته به $12,500 1 ساله. یک سالش که پورا شده باز $12,500 مثلا شکستاندن به 85,000 افغانی که برای فعلا $12,500 85,000 افغانی میشه. درست. باز میگم من 35شو میتونم مثلا 50 دیگه شو باز $12,500 دیگه باز بش کردن که ندارم. این چی رقم میشه؟ درست میگه ندارم. درست، انشالله پاسخ دریافت میکنم. تشکر از شما. زنده سلام باشه. آخرین تماس رو بگیرین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا تماس ها قطعه. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، بیشک برخی از گمانها گناه است. و در امور دیگران تجسس نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهش را بخورد؟ به یقین از این کار نفرت دارید و تقوای الله پیشه کنید. به یقین
الله توبه پذیر مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. أيها الإخوة الكرام، وإن مما بدأ ينتشر اليوم في زماننا خلق من الأخلاق السيئة قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأمر الله تعالى باجتناب أكثر الظن حتى لا يقع المرء في سوء الظن. وإذا نظرت اليوم في واقعنا فتجد أن سوء الظن له تأثير سيء في الواقع. فكم طلقت من زوجات، وكم فشلت من تجارات بسبب سوء الظن، وكم ضيعت من أموال، وكم شرد من عيال بسبب سوء الظن، وكم أزهقت من أرواح، وكم سجن من أشخاص بسبب سوء الظن، وكم وقعت من خصومات ومن مشكلات كبار بسبب سوء الظن، وكم عصي الملك العلام وقطعت الأرحام بسبب سوء الظن. فلله العجب مما يفعله سوء الظن في الأزواج وبين الأبناء وآبائهم وبين الجيران، بل ربما دخل أحيانا بين بعض طلبة العلم فقطع الأوصار التي بينهم، وبدل أن يتعاونوا على البر والتقوى ربما بدأ بعضهم يكيد بالآخر ويشتغل في عرضه وينهى الناس عن اتباعه أو الصلاة معه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الظن عموما، ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، يعني إياك أن تظن شيئا ثم تتخذ قرارا في حياتك بناء على هذا الظن. قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. فقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، ثم قوله بعدها: ولا تجسسوا، لأن الإنسان إذا ظن شيئا بامرأته ظن ظنا سيئا، أو ظنه ربما بجاره، أو ظنه بأخيه أو بولده، أو ظنته الزوجة بزوجها، أو الولد بأبيه، بدأ بعد ذلك يقع في أنواع من المعصية، جره ذلك إلى التجسس عليه، جره ذلك إلى التحسس، وهو أن يبدأ يسأل الناس: هل رأيتم فلانا يفعل كذا؟ هل علمتم أنه يفعل كذا؟ هل ظننتم أنه يفعل كذا؟ فيتجسس بنفسه ويتحسس الأخبار عند الآخرين، ثم بعد ذلك يقع في الدبران في أن يدبر عن إخوانه ويقاطعهم. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: إياكم والظن، ثم بين عاقبة هذا الظن فقال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که نماز پشت سر سلفی و غیر مقلد آیا جایز است یا نه؟ البته به روش خودشون پرسیدن. الحمدلله امروزه مردم بیدار هستند و کسانی که این گونه مسائل رو مطرح میکنند و میخواهند که در میان اهل سنت و جماعت تفریق ایجاد بکنند، شبکه هایشون در این زمینه فعالند و در
فضای مجازی فعالیت خیلی زیادی رو دارند، فقط به خاطر این که اهل سنت و الجماعت رو در واقع از همدیگر بدبین بکنند و ایجاد اختلاف بکنند. همه ما میدانیم که چون کسانی که مقلد هستند یا کسانی که مقلد نیستند پیرو قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و اهل سنت و الجماعت دقیقاً اینو میدونند که هم مذهب مالکی و مذهب شافعی، مذهب امام احمد و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، تمام این موارد جز مواردی هستند که مستند به قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و عمل بر هر کدام از این مذاهب چهارگانه اهل سنت و الجماعت از نظر شرعی جایزه و هیچ گونه اشکالی نداره. هر کسی بر هر مذهبی عمل بکند کارش از نظر شرعی درسته و هیچ گونه مخالفتی با قرآن و حدیث در واقع ندارند و هم مقلدین بر این مذاهب در پیرو قرآن و سنت هستند و هم کسانی که ادعا میکنند که مقلد نیستند یا به عنوان سلفی مطرح هستند اونها هم پیرو قرآن و حدیث هستند. هیچ گونه اختلافی در میان مذاهب اهل سنت و مثل عموم اهل سنت و الجماعت در وجوب اتباع از قرآن و حدیث تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. اگر کسی به عنوان سلفی هست به این معنی نیست که از چهار مذهب اهل سنت و الجماعت خارج است، بلکه پیرو خود همین چهار مذهب اهل سنت و الجماعت است. اگر نمازش اندکی تفاوت داره با نماز احناف در یک منطقه، خب مشابه با نماز شوافع هست، رفع یدین میکند، آمین بالجهر میکند یا موارد دیگر فاتحه را میخواند، طبق مذهب امام شافعی رحمت الله علیه است و به اتفاق تمام اهل سنت و الجماعت کسی که بر طبق هر کدام از این مذاهب نماز بخواند نمازش یک نماز صحیح است و اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. اما کسانی که میخوان این گونه موارد رو تیتر بکنند و عنوان بکنند در فضای مجازی و در شبکه‌های خودشون اینها رو بزرگ کردند و میخواند که مردم رو دو دسته بکنند، الحمدلله مردم ما امروزه آگاه هستند و میدونند که هم سلفی و هم حنفی، هم کسی که مقلد یکی از مذاهب است یا کسی که خود را مقلد نمیداند، تمام اهل سنت و جماعت هستند. جزاکم الله خیر. من یاد یک خاطره افتادم، بخور دوستان نمیدونم بگم یا نه. در یه جایی وقتی ایران بودیم، در یک جایی بودیم که حتی برادران هر تشیع هم بودن، موقع نماز چون که مرجع تقلیدشان با هم فرق میکرد، خیلی ها از کسانی که مرجع تقلیدشون شیرازی بود چون که امام خود شیعه از سیستانی فکر کنم مرجع تقلیدش بود، می اومد پشت سر ما اهل سنت نماز میخوند، جماعت اهل سنت اخطاب میکرد، میگه من شما رو قبول دارم ولی کسی که مرجع تقلید سیستانی قبول ندارم. یعنی در مسائل فقهی، در مسائل فقهی از نظر شرعی انسان آزاد هست. هر کسی رو که میداند که فلان مذهب نمیدونم فلان عالم قولش معتبرتر هست، دلیلش قوی‌تر هست، به اتفاق یعنی میتواند از آن اتباع بکند در مسائل فرعی و مسائل اجتهادی و هیچ گونه گناهی هم در این زمینه وجود ندارد و اساساً این به معنی اختلاف شمرده نمی‌شود. این اختلاف تنوع هست، اختلاف تضاد نیست، بحث جایز و ناجایز یا بحث حق و باطل نیست، بحث اولا و عدم اولا هست، هیچ گونه اشکالی نداره و تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت منبع اصلیشون همان قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. درست. جزاکم الله خیر. دوستی که گفتن از مهتدین هم هستند، یعنی قبلا شیعه بودن و الان به اهل سنت هدایت شدن و از خداوند میخوایم که در راه حق پایدار قرارشون بده، گفتن که آیا شرکی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی رضی الله عنه وجود داشته بزرگتر بوده یا شرکی که در زمان آخوندها وجود داره؟ از چند جهت شرکی رو که متاسفانه برخی به نام اسلام رو ایجاد کردن در دین اسلام، از شرکی که در زمان جاهلیت بوده از چند جهت در واقع متفاوت است. بنابر تصریح آیات متعددی از قرآن کریم، مشرکان مکه زمانی که در حالت آسایش بودند، در راحتی بودند، در خشکی بودند، دچار شرک می شدند. اما زمانی که دچار بلا و مصیبت می شدند یا در دریا گرفتار می شدند، در اونجا تمام بت‌ها و معبودان باطل خودشون رو فراموش کردند. این معبودان باطل در واقع تنها بت نبودند، یا خود بت مراد نبوده، بلکه اولیا و پیامبران و تندیسی بوده از نیاکان و اولیاء الله که گذشته بودند. در واقع اونا رو همه رو فراموش می‌کردند و فقط الله متعال رو صدا می‌زدند. و ما می‌دونیم هم در روایات شیعه و هم در روایات اهل سنت و الجماعت اومده که دعا یک نوع عبادت هست.
خود دعا به کمک طلبیدن و استغاثه و استعانت خودش یک نوع عبادت هست و الله متعال به ما دستور داده که به غیر از الله متعال کسی رو از اون استعانت و استغاثه ندید. ایاک نعبد و ایاک نستعین معنیش همین هست، یعنی وقتی که عبادت یعنی طلب از الله متعال یک نوع عبادت هست، پس بنابراین ما نباید از مرده و از کسان دیگر طلب استعانت و استغاثه بکنیم. به تاثیر آیات قرآن در زمان گذشته مشرکان فقط در حالت رخا و در حالت آسایش دچار شرک می شدند، یعنی غیر الله را صدا می زدند. اما امروز ما می بینیم که متاسفانه بسیاری از کسانی که ادعای اسلام را دارند هم در رخا و آسایش و هم در هنگام سختی در هر دو مورد غیر الله متعال را صدا می زنند. چه بسا کسانی باشند که به عنوان مسلمان هستند اما در عمرشون یک بار حاجتشون از الله متعال نخواستند، فقط و فقط از غیر الله متعال میخواند. قطعا اگر از این جنبه ما بررسی بکنیم میبینیم که مشرکان زمان ما از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم شرکشون قوی تر هست، زیرا که اونها فقط در حالت آسایش و راحتی شرک میورزیدند، غیر الله را صدا میزدند. اما مشرکان زمان ما هم در راحتی و آسایش و هم در هنگام ضرر و زیان و سختی غیر الله متعال را صدا میزدند و حتی الله متعال را صدا نمیزدند. حتی امروزه برخی افراد چه بسا که نه در حالت آسایش و نه در حالت سختی اصلا به یاد الله متعال نمیافتند و کل دعایشون فقط و فقط دعای غیر الله هست و دعای خالصانه که الله متعال دستور داده فقط و فقط الله متعال را بخواهند و از اون طلب کمک بکنند اصلا در زندگیشون وجودی نداره. نقطه دومی که در این زمین قابل اهمیت است این است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرکانی که در قبل از اسلام بودند آنها فقط یعنی شرکشون در بعد الوهیت بود، در باب الوهیت در واقع مشرک بودند، به این معنی که غیر الله متعال رو پرستش میکردند، عبادت میکردند، برای غیر الله متعال نذر و نیاز میکردند، برای غیر الله متعال قربانی میکردند، برای غیر الله از غیر الله متعال طلب کمک میکردن. تمام اینها در بعد الوهیت است. اما در این که آسمان و زمین رو که آفریده، مدیر و مدبر جهان هستی که هست، که چه کسی به اصطلاح فرزند میدهد، چه کسی موت و حیات و زندگی و رزق میدهد، تمام در این زمین ها معتقد بودند که فقط و فقط الله متعال هست، کسی دیگر چنین خاصیت و چنین اختیاری رو نداره. اما متاسفانه امروزه در میان مسلمانان افرادی هستند که معتقد هستند که ما مستقیما از غیر الله متعال این چیزها رو طلب بکنیم و اونها مستقیما میتوانند که این کارها رو برای ما در واقع انجام بدن. می‌بینیم یک نوع بسیار تفاوتی از در میان شرک معاصرین و شرک زمان جاهلیت. پس بنابراین این شرکی که امروزه وجود داره بنابر توجیهات و سابقه دینی که به اون دادن در واقع هم شدیدتر هست و شرک بزرگتری هست. جزاکم الله خیر. آیا نماز آخوندها و اهل دین شیعیان نظر پروردگار قبول میشه؟ در واقع ببینید نماز رو یعنی اگر کسی نادانسته یک فردی هست، مقلدی هست، مقلد یک آخوند هست و یک مرجع دینی هست و برایش اصلا امکانی وجود نداشته که برود طریقه نماز خوندن رو، طریقه وضو رو یا بقیه احکام شرعی رو از یک منبع درست یاد بگیرد و این فکر میکرده که فلانی عالم هست و از اون در واقع تقلید کرده، این گناهش بر همون مرجع تقلیدش هست، گناهش برگردن خود مرجع تقلیدش هست، در صورتی که کوتاهی نکرده باشه برای دریافت حق. اما اگر یک فردی به عنوان اینکه خودش آخوند هست، عالم هست و خودش دیده و دانسته میداند که آنچه که من فتوا میدهم یا آنچه که من عمل میکنم برخلاف قرآن هست، برخلاف احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، فقط به خاطر تعصب مذهبی قائل به آن هست، این در واقع در روز قیامت پیش الله متعال معذور شمرده نمی شود و قطعا الله متعال او را مؤاخذه خواهد کرد و گناه کسانی که فتوای غلط این رو شنیدن هم برگردن خود این فرد محاسبه خواهد شد. سپاسگزارم از شما. بیننده گفتن که در اروپا هستن و در مورد ذبح پرسیدن، گفتن که گوسفندی که به روش خودشان در اروپا ذبح میکنن نمیذارن که سرش بریده بشه بلکه با تیر میزنن. آیا اگر این کارو بکنن، یعنی با تیر یک گوسفند رو بزنن بعد آنها مسلمان ها سرش رو ببرن، آیا خوردنش جایز است یا نه؟ از نظر شرعی نشانه گرفتن حیوانات زنده و خصوصا حیواناتی که اهلی هستند، یعنی برای به قصد شکار نیست،
به اصطلاح هدف قرار دادنشون با گلوله از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست و ذبح شرعی شمرده نمی شود. اگر حیوانی را، گوسفندی را، گاوی را با گلوله بزنند و در حالات عادی، نه در حالتی که رمیده باشد یا جز مواردی که جز یعنی شکار محسوب می شوند، حیوانات اهلی رو به این صورت نباید یعنی ذبح بکنند و این ذبح شرعی شمرده نمی شود و خود این عمل هم یک عمل گناهی هست که آزار دادن به حیوانات است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته، شما وقتی که می‌خواید حیوانی رو ذبح بکنید کارتون باید تیز باشه و تا اینکه گوسفند و حیوانی که ذبح میشه راحت باشه، زجر ندید اون حیوان رو، اذیت و آزار بیشتری در واقع نبیند. و همچنین در واقع بحث تیر زدن به حیوان که یک نوع آزار بیمورد حیوان هست و از نظر شرعی چون این چیزی حرام و ناجایز هست. اما در مرحله بعدی بالفرض که در یک جایی دولتی حکومتی مجبور میکند که باید به این طریق انجام بگیره، با تیر بزنند حیوان را، اگر این حیوان قبل از این که بمیرد سرش را بریدند، این در واقع حلال هست. قبل از این که بمیرد اگر سرش را بریدن از نظر شرعی حلال هست، اما اگر بر اثر اصابت گلوله مرده باشه در اون صورت جز مواردی هست که حرام هست و استفاده کردن از گوش درست نیست. اگر تا زمانی که زنده هست سرش را بریدند و ذبح شرعی انجام گرفت، در این صورت برای شما حلال هست و گناه اون عمل زشت و که حیوانات را آزار میدن بر کسان برگردن خود اون کسانی هست که این قانون را وضع کردن. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده گفتند در مورد نماز اشراق که اگر بین نماز اشراق و نماز صبح کسی بخواد غذا بخوره یا صحبتی بکنه، کار داشته باشه، بعد نماز بخونه، آیا نماز اشراق درست است یا نه؟ در مورد نماز اشراق روایت متعددی اومده. روایت ترمذی حضرت انس رضی الله تعالی عنه که فضیلت نماز اشراق رو بیان میکند فرمودن من صلی الغداة فی جماعت. این روایت خودش چندین شرط داره. من صلی الغداة فی جماعت، هر کسی که نماز فجر را با جماعت بخوند. پس بنابراین شرط اولش این است که با جماعت بخوند. الان تفاوتی ندارد که در مسجد باشد یا در منزل باشد. ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له حجة تامة. و بعد از این که نماز جماعت تمام شد در محل نماز جماعت، در همون جایی که نماز فرض را خونده، در اونجا بنشیند و تا هنگام طلوع آفتاب مشغول ذکر الله متعال باشد و بعد از طلوع آفتاب 2 رکعت نماز بخواند، این درجه و اجر به اصطلاح یک حج و عمره کاملی را دارد. این روایت هم به اصطلاح شواهد متعددی رو داره که دلالت بر و این روایت رو در حد حسن یا صحیح در واقع میرساند. اما در این روایت قید شده که هر کسی که نماز را با جماعت بخواند و بعد از نماز تا اشراق بنشیند و الله متعال را ذکر بکند، مشغول عبادت باشد، اگر این گونه انجام داد، این در واقع جز مواردی هست که این فضیلت رو و این ثواب بزرگ رو ان شاء الله حاصل میکند. اما اگر بعد از نماز مشغول صحبت دنیایی شد یا مشغول یک کار به اصطلاح غیر از کار عبادتی شد، اون در واقع جزء موارد این روایت شمرده نمی شود. انسان باید سعی بکند همان گونه که در روایت اومده نماز را با جماعت بخواند و بعد از نماز جماعت تا طلوع آفتاب بنشیند و مشغول ذکر الله متعال باشد. حالا این ذکر هر چی که باشد، هم چه آیات قرآن، تلاوت قرآن کریم باشد، یا این که ذکر و اوراد باشد، یا به اصطلاح یک بحث علمی باشد که اونم در واقع جزء ذکر شمرده می شود. اما این که مشغول صحبت های دنیوی بشود، مشغول کارهای دیگری بشود، در این صورت این فضیلت رو حاصل نمی کند. جزاکم الله خیر. بیننده سوال کردن در مورد قرض دادن، قرض گرفتن که گفتن که به دلار پولی به مقدار 1250 دلار از کسی گرفته که قرار شد بعد 1 سال مبلغ افغانی بون بدن به عنوان 885,000 افغانی، که بعد از 1 سال وقتی که خواست بگیره طرف نتونست کامل بده، فقط 35,000 داده و اون شخص هم بهش گفته که اشکال نداره 1 سال دیگه بهش مهلت میدن، اما باید بعد از 1 سال دوباره 85,000 افغانی به او بدهد. یعنی 35,000 رو گرفته و دوباره باید بده. در اینجا 2 تا مطلب وجود داره. یکی مطلب صرف هست در اینجا
که یعنی یک نقدی رو پول یک کشور هست به یک کشور دیگر اینو در واقع تبدیل کردن. این از نظر شرعی یک سری ضوابطی رو داره. این باید دست به دست باشه، این باید دست به دست و نقدی صورت بگیره. یعنی این که شما مثلا 50,000 افغانی رو میدید، از اون طرف 1200 مثلا دلار آمریکایی میگیرید، این معامله صرف هست. اما شرطش این است که شما باید نقدن اینو در حضورتون باید این رد و بدل باشه، دو طرف باید یک پول رو بدن و اون پول دیگر رو باید دریافت بکنن. اما این که من امروز به شما 50,000 افغانی میدم، شما بعد از 6 ماه به من 1200 دلار بدید، این از نظر شرعی درست نیست. این خودش صرف هست و صرفی که از شرایطش این است که حتما باید دست به دست و نقدی صورت بگیره و نصیحتاً جایز نیست. این یک مورد. مورد دوم این که به صورت قرض باشه، به صورت قرض باشه. امروز به طور مثال 50,000 افغانی قیمتش هست مثلا 1200 دلار، بالفرض این گونه باشه که 50,000 افغانی اگر بخوان صرفش بکنند این معادل 1200 یا 1300 دلار آمریکایی هست. یک فردی به شما قرض میده، من به شما قرض دادم 50,000 افغانی و این 50,000 افغانی رو یا مثلا پول مثلا ایران باشه چیزی یا کشورهای دیگری که پولشون ثبات نداره و ارزشش بالا و پایین میشه، امروز که من این پول رو در اختیار شما قرار دادم مثل اینه که مثلا 1200 دلار به شما داده باشم. بعد از 6 ماه اگر شما بخواهید که این 50,000 رو به من برگردانید، قیمتش یا مثلا ارزش خریدش می شود 800 دلار. در این زمینه من آمدم به شما یک خیری رو انجام بدم، احسانی بکنم، اما در مقابل من ضرر دیدم. شما اگر به اختیار خودتون نه اینکه من شرط قرار داده باشم، شما اگر به اختیار خودتون بعد از 6 ماه بعد از 1 سال اگر بخواید پول منو باز بگردانید، به جای 50,000 افغانی یا 50,000 تاجیکی یا هر چیزی که باشه مثلا 1200 دلار به من بدهید، این از نظر شرعی اشکالی نداره. به عنوان یک احسان از طرف شما که من احسانی کردم به شما که مشکل شما حل شد، به شما 50,000 افغانی دادم، شما در وقتی که این پول رو به من باز میگردانید یک پول دیگه میدید به ارزش همون 50,000 که از من گرفتید که در این زمینه من ضرر نکنم. من به شما احسانی کردم، شما در مقابل احسان کردید. این از نظر شرعی اشکال نداره، البته در صورتی که مشروط نباشه. این گونه نباشه که من به شما بگم من الان به شما 50,000 افغانی میدم به شرط این که بعد از 1 سال 1200 یا 1300 دلار به من بدید. اگر این باشه همون صورت قبلی هست که از نظر شرعی این درست نیست و جایز نیست. اما این که قرار بوده که شما بعد از 1 سال به من 1200 دلار بدید، الان 1200 دلار در واقع اگر بخوایم محاسبه بکنیم به طور مثال الان ایشون گفتند که 85,000 افغانی میشه، مثلا 35,000 رو بدیم دوباره 50,000 رو باقی بمانه و دوباره بگیم که خب الان این 35,000 رو که دادید دوباره 1200 دلار دیگر رو بعد از 1 سال دیگه به من بده. این دقیقاً همون ربایی هست که در زمان جاهلیت بوده و به معنی ربای به اصطلاح نسیه شمرده میشه و صورتش این بوده که من به شما قرض میدادم، سر سال اومده وقت به اصطلاح بازپرداخت قرض هست، شما میگه من ندارم، من میگم یا پول منو دوباره الان به من بده وگرنه من اضافهش میکنم. این به اصطلاح قرض به اصطلاح ربای نسیه هست و این 100% حرام قطعی و 100% هست و جز مفاهیم و جز یکی از گونه های ربا هست که به هیچ عنوان در واقع جایز نیست و حرام هست. از چنین به اصطلاح معامله انسان باید پرهیز بکنه. جزاکم الله خیر. بیرنده گفتن که 2 سوال پرسیدن. سوال اولشون گفتن که اهدای عضو اعضای بدن از نظر شرعی چه حکمی داره؟ اهدای عضو اگر این عضو یک عضوی هست که در واقع حیات انسان به اون بستگی داره یا یکی از حواس پنجگانه به صورت کلی مختل بشه، در صورت اهدا دادن این عضو از نظر شرعی جایز نیست. یعنی اگر کسی مثلا بخواد قلب خودش رو به یک کسی دیگر بدهد، به این معنی که خودش رو خودکشی بکنه، خودش بمیرد یکی دیگر زنده بشه، این از نظر شرعی درست نیست و حرام هست. اما یک فردی میخواد که کلیهش رو به کسی دیگر هدیه بکند، بحث فروختن یک بحث کاملا جداگانه است. فروختن اعضای انسان جایز نیست و این یک نوع بی‌حرمتی به انسان هست.
فروختن اعضا از نظر شرعی جایز نیست. اما هدیه دادنش یک عضوی را که حیاتی بر آن مترتب نمیشه، با یک کلی میشه و انسان زندگی خودش رو ادامه بدهد، این از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. اما مواردی رو که زندگی انسان رو در خطر میاندازند یا به معنی حیات بر اون یا یک عضوی از یک حاسه از یعنی حواس انسان بون بستگی داره، اون رو هدیه دادنش از نظر شرعی جایز نیست. هدیه دادن قلب یا هدیه دادن هر دو چشم، طرف خودش کور باشه کسی دیگری بینا باشه، این از نظر شرعی درست نیست. اما هدیه دادن عضوی که به اصطلاح کل اون حاسه رو از بین نمیبرد یا حیات رو کلا از بین نمیبرد، در این صورت اگر فردی خواست فقط میتواند هدیه بدهد، اما این که بفروشد از نظر شرعی جایز نیست. این یک مطلب دوم این که به اصطلاح هدیه دادن اعضای میت. اولا کسی که اگر مرده باشد، بعد از این که مرده باشد، نه این که هنوز که در حالت احتضار هست مثلا قلبش را یا عضو دیگری را از اون بیرون بکشند که این خودش سبب مرگش بشود، این از نظر شرعی حرام و ناجایز است. اگر یک فردی وصیت کرده باشه که بعد از من مثلا کلیه من رو به کسی هدیه بدید، از نظر شرعی اشکال نداره، جایز هست، خودش وصیت کرده باشه. اما این که ورثه‌اش بخوان بعد از این که یک فردی فوت کرد عضو بدن اون را به کسی دیگر هدیه بدهند یا بفروشند، هر دو موردش ناجایز هست، زیرا که بدن میت ملک کسی دیگر نیست، مال ورثه نیست، نمیتوانند آن را ببخشند و نمیتوانند که آن را بفروشند مگر در صورتی خودش وصیت کرده باشه که عرض کردم که بحث کاملا در واقع جداگانه هست. پس بنابراین اهدای عضو میت فقط در صورتی جایز هست که خود میت اون رو در واقع وصیت کرده باشه، بدون وصیت جایز نیست هدیه دادنش و همچنین فروختنش هم به هیچ عنوان جایز نیست و ورثه چنین اختیاری رو در واقع ندارد. تشکر میکنم از شما. خوردن گوشت روبا و گوشت خرگوش چه حکم داره؟ گوشت خرگوش که به اتفاق مذاهب اهل سنت و الجماعت این حلال هست. روایتی در این زمینه هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که در یک سفری خرگوشی رو شکار کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون گوشت هم در واقع میل فرمودند. به اتفاق هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت گوشت خرگوش جزء مواردی هست که حلال هست و گوشت روبا هم بنابر قول اکثریت اهل علم و اکثر مذاهب اهل سنت و الجماعت مکروه و حرام هست و خوردنش در واقع جایز نیست. مذهب امام ابو حنیفه و امام احمد رحمت الله علیه و همچنین امام مالک رحمت الله علیه که یک مقدار درجه پایینتر قائل به کراهت هست، اما در مذهب امام ابو حنیفه و امام احمد جز مواردی هست که به اصطلاح خوردنش جایز نیست. قولی از امام شافعی رحمت الله علیه در این زمینه نقل شده که در واقع معتقد به حلال بودنش هستند و این با توجه به این که جز مواردی هست که در هنگام حج اگر یک محرم یعنی به اصطلاح روباهی را بکشد فدیه شرعی دارد. بر این مبنا اومدن و گفتند که حتما حلال هست که پس بنابراین چون که فدیه داره جز مواردی هست که به اصطلاح حرام به اصطلاح حلال باشه. و در این زمینه یعنی روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند کل ذی ناب من السباع فاکله حرام. هر حیوانی که به اصطلاح ذیناب باشه یعنی چنگال داشته باشه و شکاری باشه و یعنی دندان داشته باشه جز به اصطلاح موارد سبا مانند دندانی که درنده باشه مانند دندان‌هایی که مخصوص گوشت یعنی خار هستند، گفتند که این جزء مواردی هست که حرام هستند، خوردنشون در واقع از نظر شرعی جایز نیست. و نظر بنده هم در این زمینه است چون که روبا جزء ذی انیاب هست و خودش یک نوع شکارچی هست و دندانش دندان به اصطلاح درنده هست، از نظر شرعی این روایت صدق میکنه بر اون و خوردن گوشت از نظر شرعی حلال نیست و حداقلش احتیاط در موارد این گونه مواردی که جزء موارد اختلافی هست احتیاط هم در نخوردنش هست. اما اگر کسی مقلد مذهب امام ابو حنیفه امام شافعی رحمت الله علیه هست و اون خودش بر مبنای مذهب خودش عمل کرد، باز هم از نظر شرعی یک وجاهتی رو داره و میتواند که بر مذهب خودش هم عمل بکند. سپاسگزارم از شما. بوسیدن و گذاشتن دست بر روی پیشانی از لحاظ شرعی چه می‌دونید؟
این نه جز آداب نماز هست و نه جز آداب ذکر و دعا هست. این که دست را ببوسند یا شست را ببوسند بر روی چشم بگذارند یا بر روی سر بگذارند، این بعضی از آداب و رسومی هست که بیشتر در میان اهل تصوف این رواج داره و هیچ گونه وجهه شرعی و عمل شرعی نیست و عمل کردن به این یا این رو ثواب دانستن، این جز آداب دعا دانستن، جز آداب نماز دانستن از نظر شرعی جز بدعت ها هست و عمل کردن بر این مورد جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که کسی که همیشه روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیره، روزهای ایام بیض روزه میگیره، اگر یه وقتی به خاطر گرما یا به خاطر مشکلی نتوانست بگیره، آیا میتونه قضای آن رو به جا بیاره؟ قضا آوردنش لازم نیست، زیرا که اصلش جز به اصطلاح سنت هست و سنت جز مواردی هست که اگر کسی ترکش کرد قضایی بر اون لازم نیست. اگر خودش خواست قضا بیاره، ممانعت شرعی هم وجود ندارد. ممانعت شرعی وجود ندارد. میخواسته که در هر ماه مثلا 30 روز روزه بگیرد، الان 2 روز روزه گرفته، یک روز دیگری رو غیر از ایام بیض مثلا روزه بگیرد، اشکال شرعی ندارد برای اینکه 3 روز رو کامل بکند که به اصطلاح 3 روز هر روزی در مقابل 10 روز شمرده بشود که اون اگرچه فضیلت ایام بیض رو نداره، منتها از هر ماه 3 روز رو مثلا روزه گرفته، این اشکال شرعی و ممانعتی رو نداره. اما این که لازم باشه که حتما باید قضا بیاره، این از نظر شرعی مثلا لازم نیست. و در روایت اومده اگر کسی یک عبادتی رو انجام میداد، نمازی روزه‌ای رو همیشه در حالت حضر انجام میداد و وقتی که در سفر رفت نمیتواند این کار رو انجام بدهد یا بنابر عذر دیگر یا بنابر بیماری مثلا این کار رو نتونست انجام بده، قبلا دوشنبه پنجشنبه روزه میگرفت، این هفته مثلا مریض شد نمیتونست روزه بگیرد یا به سفری رفت نتونست روزه بگیرد، در چنین موارد ثواب این عمل و ثواب این روزه کاملا به اون میرسد، ولی اینکه روزه نگرفته. اما چون که میداند اگر صحیح و سالم بود و اگر در شهر خودش بود، اگر این عذر پیش نمی آمد حتما روزه میگرفت، الله متعال ثواب این رو هم به اون میدهد و نیازی به قضا آوردن چنین روزه‌ای نیست. جزاکم الله خیر. بیانه گفتن که اگر داخل چاه آبخوری مار افتاده باشه و کسی نفهمه با اون آب وضو گرفته بشه و نماز خوانده بشه و بعد بفهمن که مار است و مار رو بیرون بیاورن، آیا نماز و وضو درست بوده یا نه؟ اگر حیوانی که در به اصطلاح چاهی افتاده باشه بعدا متوجه شده باشند، اون رو بیرون آورده باشند که در حالت زنده باشه، هیچ گونه اشکالی نداره، یعنی هیچ نوع کراهتی هم در این زمینه وجود نداره. اما اگر یک حیوانی در آب به اصطلاح افتاده باشه و کسی هم نداره، این گزینه دوم هست، حیوانی در آب افتاده و مرده باشه و کسی متوجه نشده که حیوانی در چاه افتاده و از اون چاه به اصطلاح از آبش استفاده کردن برای وضو و طهارت، برای شستن لباس، لازم نیست که بعداً که متوجه شدید حتما نماز خودتون رو قضا بیاورید یا اون لباس ها رو دوباره بشورید، این از نظر شرعی لازم نیست. در صورتی آب نجس می شود که یعنی اوصاف سگانه آب تغییر بکنند. اگر گنجشکی، ماری، چیزی یا موشی مثلا در این مثلا در چاهی افتاد و طعم آب تغییر نکرد، رنگ آب تغییر نکرد، بوی آب تغییر نکرد، این نجس نیست و میتوانید که از اون در واقع استفاده بکنید. و در صورتی که یکی از این 3 مورد رو یعنی تغییر کرده باشه، حکمش این است که آب رو بکشن تا زمانی که در واقع دوباره آب به حالت عادی بگرده و این آثار این حیوانی که در آب افتاده از بین برود. اما این که روزهای قبل که در لباس خودشون رو شستند یا وضو طهارت از این آب گرفتن، از نظر شرعی لازم نیست که دوباره اون رو اعاده بکنن. نماز و به اصطلاح یا طهارتی که حاصل کردن در روزهای گذشته که نمیدونستن، از نظر شرعی درست است و اعادهشون و قضایشون لازم نیست. جزاکم الله خیر. گوش دادن به موسیقی چه حکمی داره؟ از نظر شرعی و قول جمهور اهل سنت و الجماعت و هر 4 مذهب اهل سنت و الجماعت این است که موسیقی و گوش کردن آهنگ جز مواردی هست که حرام هست و در این زمینه روایتی هست در صحیح بخاری که امام بخاری رحمت الله علیه به صورت تعلیقی رو آورده در کتاب خودش که در آخر الزمان یک قومی خواهند آمد که یستحلون الحر والحریر والمعازف، که در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو در کنار
زنا و در کنار پوشیدن ابریشم قرار داده که پوشیدن ابریشم برای مردان حرام هست و همچنین زنا حرام هست و معازف را که ابزار موسیقی هست این رو هم رسول الله صلی الله علیه و آله در کنار این دو تا گناه قرار دادن که در آخر زمان گروهی خواهند اومد که این موارد رو جز موارد به اصطلاح حلال میدونند. پس بنابراین این مورد از نظر شرعی حرام هست و انسان تا جایی که برایش ممکن هست باید سعی بکنه که از شنیدن آهنگ و موسیقی پرهیز بکنه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که سرطان خون دارن و دکتر بهشون تریاک تجویز کرده است. آیا جایز استفادهشون؟ در چنین موارد اگر که واقعا این دکتری و پزشکی که بوده پزشک مسلمان هست، یعنی اطلاع داره از حرمت تریاک و مواد نشء آور و بنابر ضرورت قصوای این رو تجویز کرده، یعنی میداند که این دارو مثلا داروی نمونه دیگری یا معادل دیگری نداره، جایگزینی رو نداره، در این صورت در نظر شرعی اشکالی نداره، میتونه استفاده بکنه بدین معنی که گناهی برگردنش نیست. اما در مرحله اول باید مطمئن باشه که این تجویز یک تجویز درستی هست و اون پزشکی که این تجویز رو به اصطلاح کرده یک پزشک ماهر و مسلمانی باشه و در مرحله سوم این دارو، یعنی دارویی که در اون مثلا تریاک و مورفین وجود داره گزینه دیگری یا جایگزین دیگری نداشته باشه، آن هم به اندازه ضرورت، در این صورت از نظر شرعی مجاز هست وگرنه جزء محرمات هست. جزاکم الله خیر. بیان پرسیدن گفتن که در کتاب‌های اهل سنت آمده است که پیامبر فرمودند در آخر زمان شخصی میآید به عنوان به اسم مهدی و گفتن که پیامبر هم از طریق وحی صحبت می‌کند و این نشون می‌دهد که این مهدی فرستاده خداوند است. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق وحی صحبت می‌کنند معنیش این نیست که هر کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی باشه. هر کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نیست. این گونه که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجلسی نشستن با اصحاب خودشون، با دوستان خودشون، با همسران خودشون حرف عادی رو میزنن، این وحی الله متعال نیست. یعنی این گونه نیست که الله متعال مثلا وحی کرده باشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم که به همسرت بگو که برای من یک لیوان آب بیار. این معنیش این نیست، اما حکمی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان حکم شرعی بیان میکنند برای مسلمانان، این وحی الهی هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب خودشون حکمی رو برای مردم به اصطلاح واجب و فرض نمیگرده. هر چیز حکم شرعی رو که برای مردم ابلاغ میکنند حتما وحی الهی بوده و از جانب الله متعال اون رو ابلاغ کرده. اما سخنان عادی رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی شمرده نمیشوند. و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در آخر زمان چنین شخصی میاد، این جزء پیشینگویی های رسول الله صلی الله علیه و سلم است و جزء مژده هایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نصرت اسلام در واقع دادند که در آخر زمان به گونه‌ای خواهد بود که این دین در واقع دین اسلام یک دین کاملی خواهد بود که به اصطلاح مردم پایبند دین اسلام خواهند بود، یعنی درجه پایبندی در آخر زمان بعد از به اصطلاح ظهور مهدی به اصطلاح به بالاترین درجهش میرسد و همچنین در روایت اومده که در رزق و روزی مردم الله متعال در اون زمان برکت میدهد. این به عنوان یک مصلح هست، به عنوان یک پیامبر نیست. بر مهدی آخر زمان که اسمش هست محمد ابن عبدالله، هم نام رسول الله و نام پدرش هم نام پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و از اولاد حضرت حسن مجتبی هست، فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنهم. این به عنوان یک مصلح هست، نه به عنوان یک نبی، پیامبر نیست، دین جدیدی رو نداره و از جانب الله متعال بر اون وحی نمی شود، بلکه یک مصلحی هست مانند تمام مصلحان و تمام مجددانی که در طول تاریخ ظهور کردند. در طول تاریخ مجددین زیادی بودند، در هر قرنی و در هر زمانی و در هر منطقه انسانهای نیکوکاری بودند، علمای درستکاری بودند که با دعوت خودشون، با جهاد خودشون، با تبیین و تبلیغ خودشون تونستند که سطح دیانت مردم را بالا ببرند و بدعات و خرافات را از بین ببرند. و مهدی هم یکی از این به اصطلاح مصلحانی هست که در آخر زمان متولد می شود و ظهور می کند و الله متعال به اون توفیق می دهد که عدل و داد را در دنیا همگانی بکند و کفر و شرک را و خرافات و بدعات را از بین ببرد و به هیچ عنوان به عنوان پیامبر الهی که بر اون وحی بشود یا ویژگی های یک نبی را داشته باشد به این اندازه نیست. الله خیر. بیانده پرسیدن که بوسیدن اعضای زن آیا درسته یا نه؟
برای زن و شوهر در دایره زندگی زناشویی هیچ گونه محدودیتی وجود نداره به جز دو مورد که همبستری از راه عقب هست و همبستری در هنگام عادت ماهیانه هست. این دو مورد از نظر شرعی استثناء شدن، جز موارد حرام هستند و جایز نیست. بقیه موارد هر چیزی که به نظر شما برسد و با کرامت انسانی تضاد نداشته باشد از نظر شرعی هیچ گونه به اصطلاح حرمتی رو نداره و کاملا جایز هست. مرد میتونه که تمام بدن زنش را ببوسد، لمس بکند و همچنین زن در مقابل میتواند تمام بدن مرد را بدون استثناء لمس بکند یا ببوسد. هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد و اصل بر اباحت و جواز هست. و عرض کردم که در دایره زندگی زناشویی فقط 2 تا خط قرمز و 2 تا ممنوعه داریم که همان همبستری در عادت ماهیانه و همبستری از راه عقب هست. غیر از این موارد دیگر از نظر شرعی بر اصل اباحت قرار دارد. اگر زن از نظر احترام به خاطر احترام دست شوهر ببوسه هیچ گونه اشکالی نداره. بوسیدن دست زن و شوهر دست رو اگر به خاطر به اصطلاح شهوت هم که باشه هیچ گونه اشکالی نداره، به خاطر یک نوع احترام باشه باز هم هیچ گونه اشکال و ممانعتی از نظر شرعی ندارد. آخرین تماسی که بیان پرسیدن گفتن که خوردن غذایی که روزهای 40 توزیع میشه چه میکنه؟ غذاهایی که در هنگام 40 هست این احیا یک نوع بدعتی هست و هیچ گونه وجاهت شرعی رو نداره و احتمال این که بسیاری از اینها نظر برای غیر الله باشه، یعنی تقرب به امام حسین باشه، بسیار زیاد هست و معمولا عامه مردم هم فکر کنم که نظر و عقیدهشون همین باشه که یک نوع تقربی باشه که به امام حسین، نه اینکه یک نوع ثوابی رو کسب کنند از الله متعال. و در صورتی که تقرب برای امام حسین باشه یا اصل حیوانی رو که ذبح کردن برای امام حسین ذبح کردن، در حرمتش هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. پس بنابراین انسان تا جایی که براش ممکن هست بعد از خوردن غذاهای مشکوک و این گونه باید پرهیز بکنه. تشکر میکنم از شما، خسته نباشین. وقت برنامه تموم شد و از بینندگان تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا